اکثر مردم فکر میکنن که بعد از سن بلوغ قدشون دیگه رشد نمیکنه و همون قدی که هستن میمونه. اما بذار یه واقعیتی رو بهت بگم، اینا همش دروغ. دوست من تونست تو کمتر از 2 سال قدش رو از 175 سانت به 182 سانت برسونه، اونم با روشایی که توی این ویدیو بهت میگم. پس اگر آماده ای بزن بریم. روش اول، خواب کافی و با کیفیت. بخش زیادی از هورمون‌های رشد هنگام خواب عمیق ترشح میشن. پس اگر نوجوان هستی، کم خوابی میتونه روی رشد طبیعی بدنت تاثیر منفی بذاره. پس سعی کن هر شب خواب منظم و کافی داشته باشی و زود بخوابی. روش دوم، تغذیه مناسب. بدن برای رشد به پروتئین، کلسیم، ویتامین دی و مواد معدنی نیاز داره. غذایی مثل تخم مرغ، لبنیات، گوشت، ماهی و حبوبات و میوه‌ها میتونن به رشد سالم بدنت کمک کنه. روش سوم، ورزشی مثل شنا، بسکتبال، دویدن و تمرینات قدرتی باعث افزایش قدت نمیشن، اما به رشد سالم بدن، استخوان‌ها، عضلات و فرم بدن کمک میکنن. روش چهارم، اصلاح وضعیت بدن. خیلی از افراد به خاطر قوس کردن یا حالت بد نشستن کوتاه‌تر از چیزی که هستن دیده میشن. پس صاف ایستادن، تقویت عضلات پشت و حفظ وضعیت بدنی مناسب میتونه تا چند سانتی متر تفاوت ظاهری ایجاد بکنه. روش پنجم، حفظ وزن سالم. اضافه وزن زیاد میتونه روی فرم بدن و نحوه دیده شدن قد تاثیر بذاره. پس داشتن وزن متعادل باعث میشه که اندامت کشیده تر و وزنت متناسب تر به نظر برسه. پس اگر زیر 18 سال هستی، خواب خوب، تغذیه مناسب و ورزش میتونه به بدنت کمک کنه تا به حد اکثر پتانسیل رشد خودش برسه. اما اگر بالای 18 سال هستی، احتمال افزایش واقعی قد کمه، اما با اصلاح وضعیت بدنت، ورزش و تناسب اندام میتونی بلندتر و بهتر دیده بشی. و اگه این ویدیو برات مفید بوده، لایک و سابسکرایب بیادت نره و توی کامنت ها بهم بگو چند سالته و قدت چقدر. و تا ویدیوی بعد، بدرود. Yo, I've been ghosting you cause I'm working. Like, what do you really expect? Money obsessed, cute and sweet, okay, I love